داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. داستان وسوسه عیسی توسط شیطان. بعد عیسی غسل تعمید خدای روح فوراً عیسی را به بیابان آورد. عیسی برادن به 40 رویچک بود. آنگاه شیطان به عیسی نزدیک و او را به گناهان وسوسه کرد. شیطان عیسی را وسوسه کرد و گوشت اگر تا خدای زاک هسته بری سنگام گوشت نان بیند تا تب توان آوانا بوره. عیسی پاسخ داد کتاب آسمانی شید انسانن پزندگی کرتنه فقط به نان نیاز ندارند بلکه خدای کلامند که تو آن آوانی درونیان خواستوانا برآورده بکند. سپس شیطان آیه را به پرستشگاه بام سرا قرار داد و گوشت واسره شده به جالک پرین و ثابت کن که تا خدای زاک هسته چون کتاب آسمانی فرمایش کند خدا و تی فرشتگان دیه مدند تا تراش خطر حفظ کنند که حتی تی پاد به سنگا موارد. اما عیسی با نقل قول شک خدای کلام مقدس به شیطان پاسخ داد در خدای کلام خدا به وتی کوما دستور داده که خداوند خدای خود را بی جهت آزمایش مکند. سپس شیطان آیه را به توی این کوه سرا برد و تمام ممالک جهان و آوانی زیبایی و جلال برای نشان داد و گوشت اگر زانوب جنه و منا سجده کنه یشان مچنه به تو بخشین. عیسی پاسخ داد شمن دور به ای شیطان در خدای کلام آب وتی کوما امر کرده که فقط خداوند خدای خود را پرستش کن و تنها آیه را خدمت کن. عیسی به شیطان وسوسه وانی دامه تا گرفتار نبود. پس شیطان آیه را ترک کرد و فرشته وان یاتش و عیسی را خدمتش کرد. داستانی برگرفته از کتاب مقدس انجیل متی فصل 4 آیات 1 تا 11. انجیل مرقس فصل 1 آیات 12 تا 13. انجیل لوقا فصل 4 آیات 1 تا 13.